یکی از شعارهای پرتکراری که این روزها بسیار شنیده میشه اینه: این آخرین نبرد، پهلوی برمیگرده. این آخرین نبرد از کدوم جنگه؟ این جنگ 1400 سال پیش شروع شده و نه 47 سال پیش. 1400 سال پیش جنگی آغاز شد که از یک طرف به شمال آفریقا رفت تا به جنوب اروپا. در شمال آفریقا مقاومتی ندید، بنابراین دین و زبان این مردم در این کشورها تغییر کرد، اما در جنوب اروپا به دیوار محکم مسیحیت برخورد و این موج برگشت. اما این جنگ تمام نشد. در مورد ما به سد فرهنگ و تمدن ایرانی برخورد و از اونجا جنگی آغاز شد، کشاکشی آغاز شد که تا به امروز ادامه داره. این جنگ توسط کسانی مثل بابک خرمدین، ابو مسلم خراسانی، صفاریان، طاهریان و دیگرانی که اسمشون بعضیا در تاریخ اومد و بعضیا در تاریخ گم شد آغاز شد، ادامه پیدا کرد و تا به امروز ادامه داره این نبرد. اما چه چیز باعث میشه که امروز این نبرد آخرین نبرد باشه؟ امروز آخرین نبرد رو نام پهلوی رقم میزنه. چرا؟ به دلیل اینکه پهلوی منسوب به پیش از این حمله است، پیش از 1400 سال پیشه، منسوب به پارت هاست. پهله، پارت، همون سرزمین و قوم اشکانیان، و در واقع زبان پهلوی زبان رسمی و فرهنگی دوران اشکانی و ساسانی بود و بار نمادینی که اینجا وجود داره اینه که یادآور دولت ایران پیشا این جنگ و حمله هاست. یعنی دولت ایرانی قدرت بومی و هویت مستقل از خلافت دینی. پس این نام در واقع پیوند نمادین با اشکانیان و ایران پیش از حاکمیت دینی داره. پس وقتی که میگیم پهلوی برمیگرده یعنی دوران ایران پیش از این نفوذ و جنگ برمیگرده و ما وارد یک عصر تاریخی میشیم که پایان یک جنگ 1400 سال است. پیشا پیش پیروزی رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. و ما وارد یک عصر تاریخی میشیم که پایان یک جنگ 1400 سال است.